سلام و سلام. روزگار و همگی خوب و خوش باشه. ما فصل جدید رو آغاز کردیم. فصل جدیدمون زندگی پس از طلاق یا زندگی پس از زندگی مشترکه. چه کار باید کرد، چه اتفاقاتی میفته و ما در مقابل این اتفاقات باید چه رفتارهایی از خودمون داشته باشیم. قطعاً مهمترین بخشش اینه که اصلا آیا طلاق لازمه یا نه. این بحث مهمه، این جلسه ما خواهد بود. طلاق لازمه یا نه؟ بله، 100%. هیچ قراردادی در این دنیا ابدی نیست الا قرارداد خودت با خودت. خودتو نمیتونی منحل بکنی، اما وقتی با کسی مشترک نیستی، نمیتونی زندگی داشته باشی، ارتباط نمیتونی ادامه بدی، پس باید یه کاری انجام بدی. اولین گام برای اینکه ما بتونیم زندگی مشترک رو نجات بدیم همون چیزایی است که تو فصلهای قبل گفتیم. ولی وقتی که نتونستیم و امکانش نبود، طلاق نه تنها انجام باید بشه بلکه ضروریه و حتمیه. وقتی با کسی کنار نمیای، امکانش نیست که بتونی با او حرف مشترک داشته باشی، نمیتونید هدف مشترک داشته باشید، همسویی مشترک داشته باشید، امکان ارتباط سالمی دیگه بینتون نیست. حالا به هر دلیلی، چون بعضی وقتا خیانت، بعضی وقتا نادانی، بعضی وقتا سنگ پای هم دیگه شدن برای پیشرفت باعث میشه که آدم به فکر جدایی بیفته. خب ما راه‌های جلوگیری از طلاق رو توی بحث‌های قبل گفتیم، اما دیگه رسیدیم به نقطه‌ای که بازگشت ناپذیره. یعنی طلاق لازم، ضروری و حتمیه. کار بدی نه، به نظر من حتی اگر توی بحث‌های مذهبی یا سنتی طلاق رو شوم دونستن، اون برای موضوع افرادی است که هیچ پیشبینی و پیشگیری نکردن، برای کسانی است که نسبت به طلاق خیلی ساده نگاه میکنن. بله این شومه، اما وقتی من نمیتونم با کسی همراه بشم، هم صحبت بشم، هم کلام بشم، همسر بشم، چه لزومی داره باید حتما زیر یک سقف زندگی کنم؟ اگر زنی به مردی یا مردی به زنی خیانت کرد، چه لزومی داره که من دوباره زیر یک سقف با او زندگی بکنم؟ حالا متاسفانه تو فرهنگ ما خیانت رو فقط خیانت جنسی گرفتن، در حالی که مهمتر از خیانت جنسی خیلی خیانت‌های دیگه هم وجود داره. همین که اسرار زندگی شما رو همسرتون، حالا چه مرد چه زن، به دیگران انتقال میده یا نظرخواهی دیگران رو دخیل در زندگیتون میکنه و طوری که مسیر زندگی شما رو میخواد تغییر بده، موجب آلودگی فکری همسرش میشه، حالا چه زن چه مرد، یا خیانت مالی، دزدی و از این دست کلمات و از این دست ضد ارزش ها. خب من نمیتونم با این زندگی داشته باشم. خیانت جنسی انگار نرم جامعه ما شده که این مهمترین خیانت، در که اینطور نیست. خیانت های مختلفی تو زندگی وجود داره که ما باید رو اونها توجه زیادی داشته باشیم. طلاق ضروریه، قطعیه، لازمه، هیچ شوم هم نیست در اینجور زمینه ها. ما یه قراردادی بستیم، با هم دیگه از اول صحبت کردیم، رسیدیم به این نقطه‌ای که دیدیم خیلی نکات مشترکی داریم، رفتیم این قرارداد رو قانونیش کردیم و زندگی تشکیل دادیم. خیلی خوب. بچه هم داریم، باشه، سلامت باشن اون بچه ها. ولی لزوما این معناش این نیست که حالا تو هر کاری بکنی یا من هر کاری بکنم پس باید تحت این قرارداد قرار بگیریم. مثل گذشته ها، زنان ما، مردان ما در گذشته از ترس بدنامی، از ترس هزار انگ مجبور شدن که زیر یه سقف باقی بمونن. بسیاری از پدر مادرهای ما به خاطر سنت‌های غلط و رایج زیر یک سقف با زجر زندگی کردن و همدیگر زجر دادن.
بودن پیرمردها و پیرزنها که در انتهای عمرشون اون انتقامشون از هم گرفتن با بی‌توجهی، با توهین، با توبیخ و بسیاری از رفتارهای نابهنجاری که حتی موجب مرگ طرف شده. مورد ما داشتیم که خانم میدیده شوهرش در حال نزاری قرار گرفته، بیماره، زنگ نزده اورژانس، انشالله بمیره تا به این حد. چرا؟ در گذشته منو کتک میزده، در گذشته به من توهین میکرده، در گذشته به من پول نمیداده، در گذشته منو در تنگنا قرار میداده و برعکس. آقایی از مرگ زنش خوشحال میشه به خاطر فشارها و در حقیقت اون نگرانی هایی که برای اون آقا ایجاد میکرده یا کارهایی انجام میداده که موجب میشده که زندگی بر مرد تلخ میشده، ولش کرده و زنگ نزده اورژانس یا بیمارستان نبرده یا در بیمارستان تلاشی نکرده برای اینا. معناش اینه که اینا طلاق داشتن، در حال طلاق بودن که اصطلاح علمیش میشه طلاق عاطفی. بسیاری از خانواده ها که به سمت طلاق قطعی و قانونی نمیرن، طلاق عاطفی میگیرن